سلام. حالت چطوره زیاد؟ الحمدلله خوبم. عبدالرحمن، تو پدرمو تو مسجد ندیدی؟ بله، ولی نمیدونم آیا از مسجد بیرون رفته یا نه. مامانم باهاش کار خیلی مهمی داره. ولی به هم بگو چرا نماز جمعه رو با ما نخوندی ها؟ بله، من نماز ظهرم رو تو خونه خوندم. پس برای چی نماز جمعه رو با ما نخوندی؟ چه کاری بوده که تو رو از نماز جمعه باز داشته؟ مگه قول خداوند رو نشنیدی که فرموده ای کسانی که ایمان آورده اید چون برای نماز جمعه ندا در داده شده به سوی ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را واگذارید اگر بدانید این برای شما بهتر است. خیلی خوب، خیلی خوب. من باید حالا برم دنبال پدرم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زیاد کجا بودی؟ پدرت توی مسجد دنبالت میگشت. منم دنبالش میگشتم. عمو جون، اون الان کجاست؟ رفتند خونه. ای خدا رو شکر منو ندید. حتما دنبالت میگشت تو رو به خاطر مخالفتی که انجام دادی تنبیه کنی. کدوم مخالفت عبدالرحمن؟ یاد نماز جمعه شرکت نداشته. آیا به او گفتی که رسول خدا از این کار ما را باز داشته؟ اصلا اون به من فرصتی نداد. ولی یکی از همسایه هامون اونو انجام نمیده و در خونه نماز لا حول ولا قوة الا بالله. بیا بریم، حرفامون رو در راه رفتن به خونه کامل میکنیم. پسرم، این درست نیست که ما برای درست بودن کارهامون از کار یکی از همسایه هامون تقلید کنیم، بلکه باید بدونیم که پیامبر خدا ما رو از این کار نهی کرده. بله، پیامبر در این مورد فرموده کسی که 3 جمعه را از روی بی‌توجهی ترک کند خداوند مهر غفلت بر قلب او میزند. یعنی زنگار گناه بر قلب او میبندد و ایمان به قلبش داخل نمیشود و نفاق در قلبش ثابت میماند. ولی من در یکی از درسام خوندم که عذرهایی وجود داره که میتونه شخص نماز جمعه رو در مسجد بله این درسته، ولی باید این عذرهایی رو که تو رو از شرکت در نماز جمعه معذور میکنه رو خوب بشناسی. این عذرها چی هستن؟ کسانی که مثل مسافر و بیمار اجازه ترک نماز جمعه رو دارن میتونن نماز ظهر رو هر وقت خواستن بخونن، ولی بهتره اون رو در اول وقت صدا کنند. فرق نداره مردم نماز جمعه رو خونده باشند یا نه. جورم از مریض کسی که رفتن به نماز جمعه براش سخته یا میترسه که بیماریش زیادتر شه. اما مسافر اگر در شهری باشه که نماز جمعه برگزار میشه، مانند کسی که در سفرش به شهری داخل میشه تا استراحت کنه و بعد از ظهر به سفرش ادامه بده، برش واجبه که نماز جمعه رو بخونه، چون خداوند فرمود ای کسانی که ایمان آورده ای چون برای نماز جمعه ندا در داده شد به سوی ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را واگذارید. و ثابت نشده که صحابه وقتی بر رسول خدا وارد می شدند و تا جمعه می ماندند نماز جمعه را ترک کرده باشند، بلکه آنها همراه پیامبر نماز می خواندند. چرا عضو در تجارت نمیتونه مورد قبول باشه؟ آذن الله منها. پسرم این حرام است. کسی که از محافظت بر نماز به خاطر بازرگانیش بازماند همراه ابی بن خلف است، و کسی که مالش او را از نماز باز دارد همراه قارون است، و کسی که پادشاهی او را باز دارد همراه فرعون است، و کسی که پست و مقام او را باز دارد همراه هامان است، و همه این افراد در آتش جهنم هستند. پناه بر خدا. بالاخره رسیدیم، بیا بریم، بقیه حرفامون رو توی منزل کامل میکنیم. زیاد بفرما همراه ما بیا، ولی قبل از اینکه با ما بیای حتما از پدرت اجازه بگیر. سلام. بفرما. متشکرم، خدا جزای خیرت بده. ولی پدر جون برای چی خیلی از نمازگزاران رو میبینیم که خیلی زودتر قبل از اذان به نماز جمعه میرسن؟ فرزندانم، زود رفتن به نماز جمعه برای غیر امام سنت پیامبر است و ثابت شده که پیامبر فرمود
هر کس خود را بشوید و پاک کند و زود هنگام به راه افتد و پیاده حرکت کند و بر وسیله سوار نشود و به امام نزدیک شود و سرگرم چیز دیگری نشود، برای هر گامی که بردارد اجر و ثواب روزه گرفتن و شب زنده‌داری کردن 1 سال را خواهد برد. یعنی کسی که به حمام رود و بدن و سرش را بشوید و خیلی زود به سوی نماز برود و خطبه را از اول گوش دهد و هر کاری که در حدیث آمدن را انجام پیامبر که دهد. سلام و درود خدا بر او باد فرموده هر کس که در خانه‌اش وضو بگیرد سپس به سوی خانه‌ای از خانه‌های خدا حرکت کند تا واجبی از واجبات خداوند را انجام دهد، با هر گامی که برمی‌دارد خطایش کم می‌شود و با گام دیگری درجه‌اش بالا اگر از می‌رود. حاضر شدن زود هنگام و نزدیک شدن به امام تأخیر کردم، اون وقت من گناهکار میشم؟ پیامبر فرموده خداوند و فرشتگانش بر صف اول درود میفرستند. یاران گفتند رسول خدا بر صف دوم چطور؟ فرمودند همانا خداوند و فرشتگانش بر صف اول درود میفرستند. گفتند یا رسول الله بر صف دوم چطور؟ فرمودند بر صف دوم هم همچنین. درباره کسایی که دیر میان و جلوی مردم عبور میکنن و در صف اول میشینن چی میگین؟ علما گام برداشتن از روی دوشهای مردم در روز جمعه را ناپسند دانستند و در این مورد سخت گرفتند، چون رسول خدا بر شخصی که در روز جمعه از روی دوش مردم گام برمی‌داشت فرمودند بنشین، دیر آمدی و به دیگران هم آزار رساندی. مثلا اگه من برای وضو گرفتن از جام بلند شم، آیا میتونم به جایگاهم برگردم در حالی که پا روی دوش مردم بله بذارم؟ میتونی و علما امام رو از این قاعده استثناء کردند، یا کسی که جای خالی در جلوش هست و جز با گام برداشتن به آنجا نمیرسد و کسی که از جایش برخاسته و قصد دارد برگردد، به شرط اینکه از مزاحمت دیگران بپرهیزد. اگه یه نفر دیر به نماز برسه و فقط یه رکعت از نمازو با امام بخونه، آیا نماز جمعه از گردنش ساقط شده؟ بیشتر علما نظرشون اینه که کسی که رکعتی از نماز جمعه را همراه امام بخواند نماز جمعه را به دست آورده و برای اون شخص لازم است که 1 رکعت دیگر به آن اضافه کند، چون از ابن عمرو روایت شده که پیامبر فرمود کسی که به 1 رکعت از نماز جمعه برسد 1 رکعت دیگر به آن اضافه کند و نماز جمعهش کامل شده. انجام دادنش در این روز سنت و مستحبه. عزیزان من، روز جمعه عید ما مسلمانان است، چون بهترین روزی است که خورشید بر آن طلوع کرد. همانطور پیامبر فرمودند برای هر کسی در نماز جمعه حضور پیدا می کند سنت است که در بهترین حالت از نظافت و زیبایی بیاید و حمام کند و بدنش را بشوید و بهترین لباس را بپوشد و عطر خوشبویی بزند و دندانش را با مسواک پاک کند. من از پیامبر صلی الله علیه و آله حدیثی را شنیدم که در آن حدیث می‌فرمودند غسل نمی کند مردی در روز جمعه و به قدر توان طهارت نموده و از روغنش بمالد یا از خوشبویی که در خانه‌اش هست استفاده کند و سپس براید در حالی که میان 2 شخص جدایی نیفکند، بعداً به اندازه‌ای که برایش مقدر شده نماز گذارد و چون امام صحبت کند خاموش بنشیند مگر اینکه میان او و جمعه دیگر آمرزیده میشود. پسرم باید بدانید که صحبت کردن هنگام خطبه حرام است، گرچه امر به معروف و یا نهی از منکر باشد و فرق نمی کند خطبه را می شنود یا خیر، چون پیامبر فرمودند هنگامی که به دوستت بگویی ساکت شو در حالی که امام خطبه می خواند سخن بیهوده گفتی و ثواب جمعه را از دست دادی. سخن پیامبر را در حدیثی که امام مسلم از ابو هریره روایت می کند فراموش نفرمودند آن که در روز جمعه غسل کند سپس به نماز جمعه بیاید و به اندازه‌ای که برایش مقدر شده نماز گذارد و بعداً آرام بنشیند تا امام خطبه‌اش را تمام کند و بعداً همراه او نماز گذارد، برایش میان او و جمعه دیگر با زیادت 3 روز آمرزیده می شود. بله فرزندانم، خوب در قول خداوند عزوجل فکر و تدبر کنید، به سوی ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را رها کنید و در این آیه دستور خداوند بر ساکت شدن و گوش دادن به خطبه جمعه هم می باشد، همانطور که برخی از صحابه رضوان الله علیهم فرمودند. خیلی ممنون از اینکه منو نصیحت کردین و از الان به شما قول میدم که همیشه به موقع به نماز جمعه برم. پسرم خداوند در تو برکت افکند و ما را از جمله کسانی قرار دهد که سخن را میشنوند و به بهترین وجه پیروی میکنند. آمین.
ba